نظامی از اصفهان هستم که 14 سالمه و انگیزه‌ای که باعث شد به جبهه بیام واقعا اون برادرایی که قبلا جبهه بودن و می‌اومدن و برای ما تعریف می‌کردن که جبهه چه خاصیت‌ها خوبی داره که مثلا هر کی بره دیگه ساخته میشه از هر لحاظ و دیگه اون ناخالصی‌هاش و اون گناهاش دیگه در اونجا در جبهه معصیت دیگه نمیشه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه. شما که چند وقت تو جبهه هستی؟ الان در حدود 8-9 ماه است که در جبهه بودیم که 3 ماهشو در کردستان بودیم. در کردستان چه کار میکردیم؟ در کردستان جنبه تبلیغاتی بود که ما کار میکردیم. الان که تو گروه تخریب هستی چه کاری کردی تو این مدت 8 ماه؟ تو این مدت البته ما هیچ کاری نکردیم. هر کاری که میشد اون کار خدا میکرد. ما فقط وسیله بودیم و همین حالا که ما داشتیم با موتور از خط می اومدیم یه خونپاره تقریبا 5 متری ما خورد، قشنگ 5 متری که موجش ما رو تکون داد ولی ما هیچ یک ترکش هم نخوردیم و ما فقط وسیله در این جبهه ها. خودمون هیچ کاری، ضعیفیم در مقابل این قدرت ها و اینا. فقط خداست که ما رو یاری میکنه. بگی که اینها رو که عراق در محورهای مختلف میکاره تا به حال خونسا کردید و آیا مین کاشتید برای محور خودمون؟ خونسا بله کردیم. یک مقدار این در عملیات بیت المقدس بود که برای برادرم همون فتح خرمشهر مرحله اول و دوم و سوم بیت المقدس بود که ما معبر باز کردیم و عملیات رمضان بود که باز معبر باز کردیم. تو تیپ نجف اشرف بودیم که واقعا معجزات زیادی بر ما شد و همین عملیات که البته من معبرشو باز نکردم تو گردان بودم. بگو که پدر مادرت وقتی می‌خواستی به جبهه راضی بودن؟ ازشون اجازه گرفتی یا نه؟ پدر مادر من اتفاقا اون زمینه که اومدن به جبهه رو خودشون برای من درست کردن و آقا واقعا از اونا تشکر میکنم که اجازه دادن که بیام جبهه و به بقیه پدر و مادر من میگن که اینقدر احساساتی نباشن، وابسته نباشن که فرزندشون بیاد جبهه و واقعا این جبهه ها الان بیان جبهه ها بیان بگذارن فرزنداشون بیان خداشون بیان ساخته بشن در این جبهه ها. به نظر من هر کس حداقل باید 1 هفته رو بیاد و این جبهه ها رو حتی به صورت تماشا نگاه کنه. تابان رفتی برای خودمون گذاری کنی؟ نه رفتیم، اما از نظر امنیتی درست نیست. بودیم کجا